دوست میدارم و خانه‌دار میشوم، تو مانع نمیشوی. تو دختر من هستی، با کسی که با قوت نیست خانه‌دار نمیشوی. این را هرگز اجازت نمیدیم، فهمیدی؟ سنم در پسم است. با خواست خدا کسی مانع نمی شود. اگر خدا نخواهد برگی درخت نمی جنبد. نصیحت رامان و کلمات را عرضه کن. جناب معزی، دخترتون را دوست می دارم و با او خانه دار می شوم و شما با این مانع نمی شوید. تو را یافتم جنگاور. سنم؟ دخترم سنم دخترم دیگر از من پنهان شده نمیتوانی جنگاور. کی بودنی تو را فهمیدم. میکشم تو را.
ترسانم خوب میشوی نترس نترسانم هجری مرا تنها نگذار نزدت هستم همیشه در نزدت هستم یا خدای من شکار کردم زود باشه زود خانم تولین آنقدر در هیجان و خوشبخت هستم که ناگفتنی پگاه به خانه بخت رفته خانه دار میشه. ولی جناب عزمی من هم بسیار خوشحالم بسیار در هیجانم حتی راست ایستاده نمیتوانم. اصلا جای شما قلبم است از همه زیاد به آنجا میزوید. البته خانم تولین بسیار شیرین هستید. شما شیرین تر هستید. پدرم با خانم تولین پگاه خانه‌دار میشوند اینها خانه‌دار شوند من با ملیس چی خیلی خانه‌دار میشوم این جایز باشد این رو درحال رفته از هجری پرسیدن لازم بعدن رفته سقراطی بیشرف را یافته ملیس را از خطر بابای قادر رها میکنند این سقراط نیست مگر اینجا چی کار داشته باشد میرویم. این آدم رو در آسمان میگفتین در زمین بوده است کو یا اینکه این باز برای دستگیر کردن جنگاور به صنمدان گذاشته است مکانت را با بابای قادر گویم ملیس رو از این خطر رها میکنم نو کارت تمام شد سقراط زهرا چرا باور نمی کنی؟ با چشم خانم بهار چیزی در آمده بود با او یاری می دادم کار مثل دیدهت نیست آخر زیاد دروغ گفتنت رو مان همه چیز آشکار و عیان است با من خبر نداده به اینجا آمدی تا این که با این زن واخوری چرا قبول نمی کنی؟ نه آخر زهرا من اینجا برای دیدن دخترم آمدم از اینجا نزد تو می رفتم لطفاً آیدی این مسئله درست صحبت کرده می توانی؟ چی؟ زهرا چی کار میکنی؟ باز شرم نکرده از من میپرسی که چی کار میکنم زیو زود اعتراف کن که مرا با این زن خیانت کردی نه آخر تومت همین خطر نمیشود کو تو خاموش باش با تو بدگب میزنم اجینه سری خاکستر زهرا کمی عیب را هم بدان ای کاری کرده ای تو رو میگویم زیو کاش که در محبس میموندی و با زنهای بیگانه عشق ورزی کردن نمیگشتی زیو آبایه چشمانی تو از رشک زیاد کور شده است چی گفتنت را نمیفهمی ها؟ خوب دادن حاضر نشون میدیم به تو چی کار میکنی؟ بیازم زنگ زده در اینجا بودن تو رو خبر میدیم زهرا زهرا دیوانه مگر دیوانه اینجا بیا؟ نه من نفهمیدم که کالتا کیلاس چرا تو رو همچون لقمه استفاده برده است تو با سقراط چی علاقه داری؟ اکای اونال چی علاقه دارم؟ کالتا کیلاس مجبورم کرد باید سقراط رو زنگ زده کی بودن جنگاور رو میدونم گفته و خورده صحبت میکردیم کالتا کیلاس باشد اومده سقراط رو میکشت ای بیشرف یک جنایت دیگر هم میکرده است اکای اونالم اکنون من چیکار میکنم؟ کالتا کیلاس فهمید که او رو افشا کردم از پسند میشه ای پسرم چی میترسی ها؟ از پسند ما هستیم تو رو محافظت میکنیم پروا نکن یا خدایا زهرا زنگ میزند بخیر باشد انشالله چیزی شده است بخیر باشد لب زهرا یزنه زهرا چی شده است زهرا گوش کن لطفاً یزنه زهرا گپ زن چیزی شده است یا اینکه کالتا کیلاس رو دیدی زهرا یزنه وای رو پرسیدنی بودم من چی رو میپرسیدی؟ یزنه سمیرا ندیدید؟ سمیرا؟ سمی در نزدم است چی شده است؟ وای از صبح او رو ندیدم برای همین خواطر شدم یزنه سمی در نزدم است جانم پروا نکن کالتا کیلاس او را برای دستگیر کردن سقراط چون لقمه استفاده کرده است
زهرا گوش کن، اگر کلتک کیلاس رو دیدی به من حتما خبر رسان. تمامی از نه، اگر بینم حتما خبر میدیهم. رحمت جانم، میدونستم که من رو نمیفروشی. گیر دستی افلاست رو دیگر هرگز رو برویم نبرازی ها. آنها کجا شدند؟ برای خلاص شدن کلتکیلاس من باید در نزد سود حقیقت رو گویم. ولی اگر من حقیقت رو گویم من رو حبس میکنند. اگر نگویم کلتکیلاس من رو رها نمیکنند. بهترش به خانه میروم، شناسنامه‌ام رو میگیرم و همه پولهای امک اکرم رو گرفته خارجه میگریزم. خیریت که به یادم اومده. اکایونال من میتوانم گریزم. رفتم میتوانم. تمام سمی میتوانه روی، ولی گوش کن، گفته هایم را هرگز فراموش نکن. شده که ببخشید. کلتکیلاس انیق از پسی سمی تعقیب میکند. ما باشیم اون رو دستگیر میکنیم. نخص سنم انشالله شفا میوبی. دخترم از برای تو شده دخترم را پراندم. تو را میکشم من. دعا کن که به سنم چیزی نشود وگرنه جزایت رو میدیم. خدای من، برای بسرم آمده رو بی. سقراط از پسم، اونال از پسم، من باشم از پس رشک زهرا. خدا لعنت کند. کاش دمم میگرفت و چشمی او را پف کرده نمیتوانستم. زهرا، اینها چیند؟ یک دسته گل. تو با وی خونه رفته این دسته گل رو با وی زنی افلاست بده. فهمیدی مرا؟ زهرا چرا این خیل میکنی؟ من تنها تو رو دوست میدارم. چرا این گل ها رو برده به آن زن دهم؟ خوب، مادامی که تنها مرا دوست میدارید نباشد و زن را از حیاتم بیرون کن. زیو بیرون میکنم البته، اما اول سمی را پرونده جانم را خلاص کردنم لازم. بعداً بس من همش را میفهمانم و زن را از اینجا دور میکنم. قول میدهم از برای خدا کمی صبر کن. صبر باز چقدر صبر؟ زهرا کمی طاقت کن، چیزی نمانده است. کمی صبر کن لطفاً. برای از آن زن خلاص شدن باید کاری کنم، ولی چی کار کنم؟ حالی دخترم چی است؟ جای خواطر شدن نیست. تیر به کتفش زده گذاشته است. کارهای لازمی را کردیم، فردا صبح او را جواب میدیم. کمی پس به اتاقش میبریم. خدا شفا دهد. خدا را شکر.
خدای شکری بی پایان با تو. سنم هجری جان با تو چیزی می شود گفته بسیار ترسیدم، اما شکر خدای مهربان که خوب هستی. سازی اخی جانم، تو که در برم باشی من همیشه خوب هستم. هجری چرا رای تیرا گرفتی؟ اجازت نمیدادم که از دست پدرم به تو ضرری رسد. تو میمردی من چیکار میکردم؟ من چی؟ با دخترم تنها بودن میخواهم. مرا ببخش دخترم. تو یگان ضرر کلان میرسید. هرگز خودم را نمیبخشیدم دخترم. همش از پشت آن مؤذن شد. پدر، بار دیگر به هجری ضرر رساندن خواهی خودم رو میکشم. چرا این که گپ میزنی دخترم؟ مرا شنیدی پدر؟ بابای خدیر، مکانی سخرات رو یافتم. در اونجا هستم. راست میگویی؟ حاضر سراغش رو با پیامک میفرستونم. از این ساعت پس به طور مویسر ملی ضرر رسانی تو رو میکشم. آها، میلیس رو اکنون از خطر بابای خدیر گفتنی آدم نجات دادم. رفته این رو با میلیس خبر رسونم زود خونه برگردن. یا کاری مهم بر اومد دخترم. باز میآیم. میرویم. سردارم، سمی از کی پنهان شده ایستاده است؟ پسرم از کلت کیرز پنهان می شود. دستگیر می کند. گفته می ترسد. سمی بچه ترسان چک است. میدونی کو؟ دخترم رو هم بینم بعد از اینجا دور شده روم. آی سمی از پشتی تو بین به چه حال گرفتار شدم. باز پا در گریز هستم. خدا لعنتت کند سمی.
این سمی بیشرف نیست مگر؟ حاضر من به تو نشان میدیم. زهرا دیگر مرا در این قصر راه نمیدهد. شناسنامه و پولها را گرفته به خارج گریخته لازم. بله همین کارو کرده لازم. از دری پیش نمیدرایم، از طرف حوض میدرایم. رفتم. من به تو گفته بودم میخیله کلتا گیلس از پس سمی است. لبت بیسد و تقی میکنه. تمام. اون کلتا گیلس ای کنی اینجا بیا. ایست تسلیم شب کلتا گیلس. ایست لعنتی. مکان گفته کمال سیاه همینجاست. سقراط باید همینجا باشد. نشانگیر را بگو جایش را گیرد. مایلش بگو خودیر. در حال با عدنان جسور صحبت کردنم لازم. ملیس جان کی هستن آن آدم ها؟ چرا تو پنهان میشوی؟ چیست آن خطر؟ از دیوانه ها پنهان میشوم. همش از پشت کمال سیاه شد. ملیس کمال سیاه به این چه علاقه دارد؟ مادر از برای خدا حتی نامش را شنیدن نمیخواهم. از وقتی که او را دیدم سرم در بلا گرفتار است. مادر تا وقتی که خطر پسی سر نشود کسی ملیس بودنم را نفهمد. فهمیدی؟ همه مرا عدنان جسور فکر کنند. چی؟ ملیس؟ دخترم از صبح تا شام با این کمال سیاه یک جای هستی. عدنان بودنی تو را نفهمیدو؟ نفهمید مادر، نفهمد. آخر در نزد چشمش بودن رو نمیبیند. او ابله هست آخر. با حالا همین خیل ها؟ یعنی عقلش نگرفت و نفهمید. مثل همین گفتد. گوش کن مادر، من از این آدم خلاص شدن میخواهم. تو باشی رفته با پدری او خاندار شدنی. دیروز تکلیف کرد بگاه خاندار میشوی. همین نمیرسید. این رو با تو پیشتر هم صحبت کرده بودیم. دیگر چیز شنیده نمیخواهم. با آن آدم خاندار شدنت رو نمیخواهم مادر. ملیس من با جنابی از می خاندار شوم. کمال سیاه با تو خاندار شدن نمیتواند. مشکل چیست؟ چی خیل خاندار شوی؟ چی ها گفته استاده اید؟ من او رو در زیر پایم دیدن نمیخواهم. مادر شما با او خاندار شوید. گپ همین. ملیس من با جنابی از می خاندار میشوم. دیگر هیچ چیز شنیدن نمیخواهم. کافی است. اوف مادر اوف. بعد از شوی رفته لباس هایم رو عوض کردن لازم. آه خدایا. خیر شب بخیر. کمال سیاه خوب هستی؟ خوب آمدنم برادر. تو چی خیل هستی؟ خوبت نبود چی؟ نه خوب وای به حاجت خانه رفتنی بودم. تو اینجا چیکار میکنی؟ چی کار داری؟ یک چیز رو فراموش کردم. برای گرفتنش آمدم. خوب فهمو.
خیر پگاه میبینیم. میبینیم ملیسی جسور، میبینیم کی با کی خوبتر بازی میکند. میبینیم ҳафтанумаи зан ва мард тақдим мекунад 22 март соати 14 филармонияи давлатии тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев барномаи консертӣ таҳти унвони баҳори орзуҳо баргузор мегардад. бо иштироки пурҷилотарин ситораҳои эстрадаи тоҷик: 1 Фарзонаи Хуршед, 2 Фирӯза Ҳафизова, 3 Валиҷон Азизов, 4 Нишонаи Рустам, 5 Хуҷастаи Мирзовалӣ ва 6 Ғолибҷон Юсупов. шарики барнома Позитив Продакшн, сарпарастони иттилоотӣ Душанбе HD, Радио Азия Плюс, Радио Ҳамсадо ва Радиои Ватан. телефонҳо барои тамос 93 427 56 56, 985 80 56 56 ва 882 88 56 56. با خدا از کارت گلاس خلاص شدم ها؟ به شرف فکر میکنی که تو رو دستگیر کردن نمیتوانم؟ خیر خوبش این که اون از پسم نیست. کلتا کلاس فکر کردی مرا پسی سهر کردی میخله؟ سردارم چرا در رفته دستگیرش نمیکنیم؟ ایست پسرم ایست. اگر حاضر رویم گریخته میروم. اول یک به بالای سری سمی برایت، بعدا او را دستگیر میکنیم. نه شناسنامه رو گرفتم نه پولها رو، اما خیریت جانم رو خلاص کردم. با خدا بسیار خوب شد. فکر کردی که دیگر دستگیر کردن نمیتوانم؟ رهایم کن به شرف. کن اینجا بیا، اینجا بیا. رهایم کن. بیا با سکرات کارت دادنت رو نقد میکنی. اکه اونال تو خدا کردی. از بس که دفعه بپرورم. آنها با کجا رفتند؟ سردارم با فکرم با جای بازی‌های ترس‌آور در آمدند. اوجاست اوجاست. او بشرف دستگیر میکنم تو را بشرف. رفتم اکاون یک دقیقه با فکرم اینجا منتظر شویم آنها میبرند. اوجاست. تو چی اینقدر ترسان چه گستی؟ رفتم سردارم من یک باری میترسم. آخر در درون اشتهار است. خدای من چشون آمین اصلا تو از من بیترس بی ناموس. راو چی گفته؟ راو این صدای کلت کلس هست. با خدا نخورم اینا. اینجا هم اکینا
من بیا ببروی برگم سردارم کلتکله در قچاق تانه فکر کردی از من گریخته میتوانی بیاخ جنایتکار من نیستم اونال سمی است جنایتکار او با سقراط یک جای کار کرده است او را دستگیر کن چه علاقه داره تهمت میکنه کدامت آن است چی شد لعنتی آن چی گپ شد لبن بگیرم که بکشمه کلتکل از ما را با این لباس ها با فکرم نمیشناسد اونال مرا با این لباس هرگز نمیشناسد آنها کجا شدند؟ کدامش کلتکل است؟ سردارم با فکرم وامپیر است از پس وامپیر میروی وامپیر نیست با فکرم گرگ است کلتکل است داو لیون این مردک وامپیره جا بیا بشرف کنی خواب کن سردارم برو کشم اینی خواب شم کش سردارم تو را سردارم من شما را گفتم که وامپیر را تعقیب کنی بشرف کلتکل است از دستم رهایی نداری لعنتی تو دوشف خیلی گوشم به عقل سمی باز وام میخوریم به شرف اکای اونال بسیار توب خوردم گرم شدم با خدا رفت کلتکل است دم تا بگیم میمون بعد گرد میزنیم چرا دیر کردی خیالی؟ اینقدر تعجیلی جه زدی سقراط؟ که بودن جنگاور رو فهمیدم هدف زیر نشان است آرام کی بوده است جنگاور؟ کسی که منتظرش نبودیم جنگاور هدف پرونده شد تمام در حال از آنجا دور شد حرکت کن سقراط ای بچه آدم دوست داشته شای قدر منتظر نمیکنه کجا شدی کلتکل است؟ چیکار کرده شوکت؟ من را میکشد یاری دهید خاموش این من تو هستی ها؟ این چی لباس است برادر دیوانه شدی مگر تو؟ در شهر با چونی لباس میگردی با تو میزیبد مگر ها؟ برادر برای چی لباس را پوشیدی؟ برادر چرا لباس بتمن را پوشیده یا؟ تو برای چی پوشیده؟ من هم برای همان پوشیدم. یا خدایا از پشت تو پوشیدم تو این را پوشاندی فراموش کردی؟ خاموش مرا گوش کن
غریب بود که سمی را دستگیر کنم، باز اونالی بدبخت برآمد. چیکار کنم؟ برای گریختن این را پوشیدم. سمی را داشته به سقراط کار دادنش را اثبات کردنم لازم، وگرنه کارم بد می شود. بهترین فکر برادر، عاجلا بانو را دزدیدنم لازم. یه با سر نکن بانو دوزیت را. یه توبه خاموش باش. جای رفته شب را گذرانیدنم لازم. شکر کن برادر که به مثل شوکت برادر داری. یک جای تنج میدانم. بیا بریم. رفتیم. کنی بیا کمی گپ زنیم. گپ میزنیم. گوش کن جناب معزین، تو را با خوبی میگویم. از حیات دخترم در حال بیرون شو. بله، دخترم تو را دوست می‌دارد و درجه‌ای که برای تو شده خود را زیر تیر انداخت. این را میدانم، اما این حسیاتی هست که میگذارد. شما با یکدیگر مناسب نیستید، فهمیدی؟ حقیقت همین است. دخترم مرور زمان میفهمد که تو برای او مناسب نیستی. من نمیخوام که دخترم بیهوده وقتش رو صرف کند، فهمیدی؟ این گپ را نغزک در گوشت جای کن. تو هم وقتی از این رو برگشتن رو داری. تو لایق دختر من نیستی. این رو فراموش نکن. اصلا تو برای پدری سنم بودن لایق نیستی. تو چی میگویی ها؟ سنم تو رو همچه یک آدمی تاجری سلاح دار میدونم، اما من حقیقتی تو رو میدونم بابای قادر. موادهای مخدر، خیراج، آدم ربایی، تجارت سلاح کاری نیست که نکرده باشی. نمیخواهم که اینها را سنم داند و اندوهگین شود. این کارها را بس میکنی، وگرنه سنم را دیگر به تو نشان نمیدهم. گوش کن، تو کی را گپ یاد میدی ها؟ عجب این آدم کی باشد؟ کارهایی میکرده مرا از کجا میداند؟ بابای قادر، این بیادبی معزین را باز میبخشید مگر؟ این آدم بسیار خطرناک است. مرا از دخترم دور کرده میتواند. من این را نمیخواهم. چی کار کردنم را میخواهید؟ صبر کنید. دخترم شفا یابد. کاری لازمه رو میکنم. فهمو آقا. یا خدایا من چیکار کنم؟ چه خیلی مانع این خانه دار شوی شوم. از این زن چه خیلی خلاص شوم. به کجا نگاه دارد اینقدر با مهر و محبت؟ عدنان خوشش آمد از چی؟ تشکری زیاد جنابی عدنان. نمی ارزد. وای، چند روز است که در اینجا هستید. یک بار هم اومده شما رو خوش آمدید گفته نتوانستم. بخشش میپرسم. تشکری زیاد خانم بهار، رحمت. چی شده ایستاده است این زن؟ چرا با من این خیلی نگاه میکند؟ دخترم،
تو رفته در اونجا با خودت بازی کن. دخترتان هم بسیار زیبا بوده است ماشاءالله. جناب عدنان، مرا درست نفهمید، اما اصلا سومن دختری من نیست. یعنی در اصل من شوهر ندارم. چیکار میکندین؟ مگر من از این زن مجرد بودنش رو پرسیدم. این زن رو از من خوشش آمد چی؟ وای داد، بلای به سرم اومده رو بین. شیطان رو بین، شیطان رو. روی روز عدنان رو گپ داده ایستاده است. بیهوده گناه زیاد را به خود گرفته. یعنی جناب عدنان، من هم مثل شما اینجا بیگانه هستم. یعنی خوب نمیدونم با کجا رفته در کجا سیر کردن ممکن است. چی خیلی؟ این زن از من دعوت منتظر است چی؟ عجبا، نمی شود که با هم تنها برآمده یگان چیز نوشه می خوریم. خانم بهار، من باید خودی حاضر با یک رفیقم حتما بخورم. حاضر، خودی حاضر، من میروم. یگان وقت دیگر انشالله. معلش، اما یگان وقت دیگر گفتید، باز فراموش نکنید. این قول است، قول داده میخوانی؟ از راستی این مرا پسندیده است؟ یا خدایا بین بچه حال گرفتار شدم. مالش تمام، بهترین قول دادید، با خدا قول دادید، فراموش نکنید. مالش خیر. خوب کو، من بین آنها در آمده کار میکنم که از این زن خلاص شو. بیا سردارم، موافق خبره که به ما رسیده است دیشب سقراط و بسنپ پراندن، همین را میدونید؟ پراندن گفتی؟ مرده است مگر؟ اینش رو لیوین نمیداند. کلتاکلاس، نیوه از سقراط را هم کشتیم. سردارم چرا اینقدر باوری دارید؟ شاید کلتاکلاس نکرده است؟ دیگر کی میکرده است؟ کلتاکلاس کرده است. جنگاور؟ شاید جنگاور کرده باشد. نه، جنگاور این خیلی نمیکند، آدم نمیکشد. سرش رو که میکشوید؟ حاضر هیچ چیز گفته نمیتوانیم و وقتی احتیاج داریم. کی بودنی جنگاور رو گفتنی بودی که تو رو پراندد؟ این رو کی کرده است میفهمم سقراط. کارت رو من تمام میکنم. مرحمت برای کار. بیا آیسته با دقت باش، برای کار برادر. دامبولا، یعنی در یک شب هر دوی ما خانه‌دار میشیم ها؟ تصادفه. من هم امشب به خانم تولین خانه‌دار میشوم. از خوشحالی پرواز میکنم. با خدا من هم چنین هستم. در وجودم بهار را حس میکنم. بچه ها میدوم، پرنده ها میپرندی. خدا خیر، توی را در کجا میکنی؟ یک مکانی بسیار زیبا را میدونم. بچه ها آنجا، آنها همش را تشکیل میکنن. من در صحن حولی قصر میکنم. توی ها رو یک جای میکردیم، نمیشد دوستم؟ باز زیباتر میشد آخر. سلام آقا، مسئله طربخانه حل شد؟ در مسئله طربخانه یک مشکلی خوردکه که پیدا شده که. چه خیلی مشکلی پسرم؟ خوردکه، یک مشکلی خوردکه اکا. طربخانه شب بند بود، از یکم طربخانه دیگر رو بینیم. شما چی ها میگوید؟ دیگر طربخانه را نمیخواهم، همان طربخانه را میخواهم. اما این بگان طربخانه بند است. چه خیلی بند است تایلاق؟ نه چه خیلی بند است؟ با بند بودنش کار ندارم. آنجا را خالی میکنید، گوسفندهای کار خالی میکنید. گفتم تمام و سلام. اکر طربخانه دیگر هم است نمیشه باقی. گوش کن پسرم، بی عقل هستی ها؟ گوسفندهای کار چرا یک گپ را تکرار کرده میگردید؟ همان طربخانه را میخواهم، فهما؟ شد تمام. یا راضی شو. یک جای در حولی قصر خانه‌دار میشویم و کار تمام.
довулазмӣ ба худо офарин. ба шумо бисёр фикри оли ҷаноб. бояд ин фикрро амалӣ кунем. агар ҳамин кор шава ҳангоми куша танҳо ҳис намекунад, беҳтарин мешавад. ин хел намешавад, тайлак намешавад. акая фикри олиҷаноб, биё имрӯз ҳам туй та дар тарабхонаи дига мегузаронем, паго бо да ҳам тарабхона мегузаронем. ака худат гуфтанӣ ҳастӣ ки аниқ дар як тарабхона ду туй мешавад. ман шахсан худам бо ту дар як рӯз барои хонадор шудан омода ҳастам. ака эътимодро гир гуфтам. ин беақлро бина, бо ман дар як рӯз хонадор мешудасте. биё ба гапи ман розӣ шав. дар саҳни ҳавлии қаср мегузаронем. дар ҳақиқат бисёр зебо мешавад. шуд тамом, ҳамаи масрафҳоро худам мекунам. ҷаноби камол, лозим нест. ман фармоиш додам. қариб тамом шуд, лозим нест. ба худо қасам намегузорам ки дастатро ба ҷай бадандозӣ бо ҳамин шарт қабул мекунам. шуд ҷаноби камол, инҳоро баъд ҳам маслиҳат мекунем. муҳим нестанд. камол бародар, бояд коре карда монеи хонадоршавии онҳо шавем. ҳақ ҳасти аднан бародар. инҳо хонадор шаванд, ману мелис мемонем. ё худоё, ин ҳоло ҳам аз паи ман аст охир. амаи ту бо падари ман барои пулаш хонадор мешавад. зиқ шудани падарамро намехоҳам. ман ҳам зиқшавии духтари амаамро намехоҳам. агар ин туй шавад, мелис хафа мешавад. инро бин чӣ хел бозӣ дорад, бевиҷдон. аммо кӣ бозии калон мекунад, ҳоло мебинем. ҳақ ҳаст аднан бародар, вале аз дастамон чизе намеояд. медонӣ чӣ, агар мелис дар ин ҷо мешуд, коре ҳам мекард ки монеаи ин хонадорӣ мешуд. гӯш кун чӣ мегӯям. ту коре кун ки ба гӯши мелис садои расад. бигӯ ки мелис биё, туи модаратро монеъ шав. қасам мехӯрам ки мелис давида меояд. кори кардаин туйро тамом мекунад. бин ҳам хонум Тулин духтарашро бо тамоми ҳастӣ гӯш мекунад. бале гӯш мекунад. аз куҷо гӯш мекунад? камол бародар, мо ҳам намедонем ки мелис дар куҷост. ҳатто амаам намедонад ӯ дар куҷост. ман ба ту ин дурӯғҳоятро нишон медиҳам, ҳоло ист. хайр, чӣ кор мекунем аднан бародар? нақша мекашем. чӣ хел нақша? наздик шав. хайр довуло, ба ман иҷозат. шом дар туй вомехӯрем. ман ба хонае ки аз ин пас бобону зиндагӣ мекунам, як рафта бубинам ки чӣ хел ҳассос аст. хайр, ист як ҷой мебароем. бисёр хуб. ман ҳама қас равам, кане бинам омодагӣ чӣ хел аст. чӣ кор карданд? шуд, рафтем. ин автобашара бинеду. ине бинед. писари беодоб, падарат хонадор мешаваду ту ин ҷо суҳбат карда чой менӯшӣ? пеш дара, рафтем. кани давхез. агар хоҳӣ каме дароз каш. не, хубаман ҳиҷрӣ. чизе нашудааст маро. дар асл ту бояд истироҳат кунӣ. ту субҳ дар болои сарам мунтазир шудӣ, хоб накардӣ. хубам, ман хубам. ягон чиз мехоҳӣ? не, чӣ мехоҳам охир? ту дар барам бошӣ бас аст маро. вай бале, ман бисёр ташна шудам. бароям об овардан метавонӣ? тамом, ҳозир. бо ҳиҷриҷонро бубина. барои шӯрбо он қадар ноз карда буд ки ҳозир бошад парвона шудааст. қуввати ишқро бубина. аз ҳиҷрӣ дигар чӣ метавонам бихоҳам? бисёр хуб шудам ҳиҷрӣ. дастона дардро набина ҷонам. не, аниқ ҷоиз нест мегӯяд. бояд чизе пурсам ки ҷоиз бошад. вале чӣ? марҳамат санамҷони ман. бисмиллаҳ. раҳмат ҷонам. нӯшиҷон ҷони ман.
чӣ шуд санам? вай дастам дард мекунад. ман бегона нестам ку. ту танҳо сухан кун, сухан. санам ҷон, худо шифо диҳад. худо шифо диҳад духтарам. саломат бошед. диди дугона, ин духтар ҳиҷриро кайҳое ба дом афтондааст? не, дугона намебинӣ. духтар ярадор аст. ҳиҷрӣ танҳо ба кӯмаки ӯ омадааст. хато фикр мекунӣ. агар мо ба ин ҷо намеомадем, ин духтар ҳиҷриро мегуфт ки дасту пояшро ҳам шӯяд. не, ин хел нест. аз куҷо пайдо шуданд инҳо? чӣ хел бо ҳиҷри зебо суҳбат доштем? худоро шукр, чизе нашудааст духтарам. худованд туро ба ҳиҷрӣ бахшидааст. раҳмат. туи кай мешавад духтарам? ҳиҷрӣ мегӯяд дарҳол хонадор шавему, аммо ман мегӯям саросема нашавем. ман кай ин хел гуфтам? духтарам, кори хайро тезонидан дар кор аст. ҳиҷре, нашин, ист. барои ман як шарбати мева оварда метавонӣ? чӣ бале? ҳолаи гулсунҷон, медонед ку зиёрати бемор кӯтоҳ мешавад, ҳамин хел не? духтарам, ҳамин хел аст, аммо мо навомадем. медонам, раҳмат, дардро набинеду, вале бо иҷозататон ба ҳиҷрӣ танҳо мондан мехоҳам. аммо ин ҷоиз аст? аз ҳозир якҷо танҳо монданатон? ҷоиз аст. ман аз муфтӣ пурсидам. хубу? аз ҳиҷрӣ пурсидим агар? равед акнун, бас будагис хайр не? хез гулсум, мо равем. бечора духтар каме истироҳат кунад. бифармо. ташаккури зиёд ҷонам. китфам бисёр дард мекунад. стаконро дошта наметавонам. бахшиш. гӯё худаш нӯшида наметавонад. туро гуфта будам ку ин духтар ҳиҷриро дар ангушташ бозӣ медоронад. хонадор мешаванд. мон духтар бозӣ кунад, каме ҷилва кунад. баъди моҳи асал ҳамроҳи бону дар ин ҷо зиндагӣ мекунам. хайр, ин гирду атрофро каме тоза кардан лозим. аҷабо, даруна чӣ хел бошад? рафта бинем. بیدار شو، زود باش میرویم. بانو جان نکن خیلی چی ما با سر نکن پانویت را. بیدار شو، دیوانه هستی مگر؟ حاضر میبینی که اون علامت. زود خیز رفتیم. این نمیوه، این دیوانه که دچه کنانی دیوانه بیوه. چی گفتی؟ کنانی دیوانه؟ خانه خالی گفته به خانه کنانی دیوانه آوردی مرا. در حال فهمیدی، به خدا آفرین. من این رو به تو نگفته بودم اگر. دیوانه برای شب گذرانی به خانه کنعان دیوانه آوردی مرا. کنی خیز. چیکار میکنی نه؟ یا خدایا من اینجا کم ترک خواب کنم چیکار میکنی؟ کنعان خانه ش استفاده نمیبرم، میمونی با ازور خواب میکرد مخی. او حیوانی خیلی خانه 10 تا داره.
شاگرد اینجا خیلی کار داره نه؟ من که به ماهی اصل رفتم شما همه اینجا رو با ترتیب می‌دارید. تو پروا نکن، ما همش رو حل میکنیم. بی عقل، تو از جانت بیزاری. چرا جانی مرا در خطر گذاشتی؟ کنعان مرا اینجا بیند میکشد آخر. تو برای کنعان دیوانه داملوزیو هستی. تو آرام باش، هیچی نمیگه ترا آخی. خب لین مثل دیوان ها گپ نزن. چشمی وی آدم غیر از بانو کسی دیگر را نمیبیند. در فکر زیاد هست مگر؟ خدایا حالا هم گپ زده ایستاده ای. برادر تو چی اینقدر میترسی؟ ترسونشه کی؟ چی میترسی؟ کنعان دیوانه آید اومدن گیره او رو میکشیم امیجا. من به امینم او را قصد دارم. این امیجا میکشمشه. کنی یک بالا رو ببینیم چی گپ است. برادر کنعان دیوانه اومد. هر مورا امیجا میکشم. تو اینجا کنعان دیوانه را بکش، من میروم. خودت را خوب نگاه کن شوکت. برادر مرا گذاشته در حال به کجا میروی؟ ای برادر ای مرم بفرو. آخر مرا گذاشته به کجا میروی؟ برادر من چیکار کنم؟ نه نمیشود. به این لباسای بیتمن دیگر هیچ کس نمیترسه. ака аз боло як садо омадагом дуз бошад. چه خیل دزده؟ نه کدام دوز جسارت میکنه که خانه من دراید ها؟ کنی رفته بینیم؟ یک تشمور دو تشمور اکا کنون ادت نزن بر پدرت لعنت ومپیری همش دقیق اکا کنون جو بیا دستم بوسم. بیا اکا جان یا بوسم. ای روی نورانی درون بشک مکن. شوکت من تو را در همه جا میکنم. تو در خانه من پنهان شده یا؟ تو را میکشم ومپیری کمپیر. اکا پیستالیتا نخود طرفی دهان بکنی و بالا یا؟ تو دعا کن که در دهانت ماندم. حالا باز میبینی که این سلاح رو در کجا میمانم. کنی خزت خوشگاله ها نی شما را برا سگیلین. این را به انبار میبریم در آنجا میکشیم. با خون افلاس این حرامی خانه بانو را افلاس کردن نمیخواد. پیش نرا میراییم سگیلین. رفتیم تاخم کفون یه حیوانی دیجی یوقی. این رو دارید؟ لبای بانو جان. البته جانم، البته حاضر میایم. مرا گوشنید. حاضر مرا به نزدیک خانه بانو برده این ابله را به انبارخانه برید. خودم شخصا به سرش میپرانم این خاین خرخایی درا. اکا یک چیزی مهم رو بگم. من بخشتان اکا. تو را من به نزد سقراط میفرستم خر بچه. اکا سقراط در اینجا چی دخل داره؟ ما ایران روی سقراط بیزارم همین فهمونه. یک مرده که ریش سفید افتش خنک چشمش بستگی خچرنگی پیراتسکی کاریبسکی موره کرده. سقراط پروندن کو همراه میگه که کنم. چی؟ پروندن؟ بشخی سقراط پروندن یا خدایا بسیار خبری خوش. کسی سقراط پرونده پروردگار هفت پشتش رحمت کنه. من برم همین خبری خوش به برادر عزیزم داملوزیا برسونم. خیر اکا کنون اجازت من برم میگم. شوکت با ماشین شی. اکا من خودم با سامان تاکسی میرم. رحمتی کلام. سوار شم. کنعان دیوانه از راستی آدمی مرا میکشد. اکا صغیره می دودر داملوزیوم اکا. مثل که سرم بی بلا بود. باز تو از کجا برآمدی؟ ای بسته یا مصلحت کنیم اخی. توجیکوم هالیدی تقدیم می‌دارد برنامه پرشکوه در جشن نوروز سنه 21 مارس ساعت 15 در فیلارمونیای دولتی تاجیکستان به نام اکا شریف جورایف کنسرت پرشکوه نعیم جان سیدعلی زیر عنوان حرف‌های ناگفته. فقط یک روز و در یک زمان نعیم جان سیدعلی به شما حرف‌های ناگفته‌اش را خواهد گفت. با بازار آمدم به خاطر یار
телефони тамос 93 770 47 47 988 45 0005 ҳарфҳои ногуфта даричаи барозҳои наимҷони сайдалӣ. зиёддини нурзод бо қиссаҳои боронӣ. филармонияи давлатии тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев 23 март соати 14 зиёддини нурзод ҳунарнамоӣ мекунад. телефонҳо 989 16 16 26 ва 917 60 60 86. филармонияи давлатии тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев 20 март соати 17 бо мақсади дастгирии ҳунарманди маъюб Дилшоди Сайвалӣ консерти хайриявӣ баргузор мегардад. бо иштироки Ҳаётои Муминова, Қобилҷон Зарипов, Ситораи Кароматулло, Сурайё Қосимова ва ҳунарманде ки номашро махфӣ нигоҳ медорем, ровии барнома Бахтиёр Раҳимов. телефонҳо барои тамос 553 553 822 ва 917 68 45 85.